خدایا فرزند تو به حضور میپذیری؟ شاید خدا منو برای مردمی که هنوز به دنیا نیومدن نقاش کرده باشه. ممکنه؟ میگن زندگی برای بزرفشانی است، اکنون وقت درونی است. چرا نقاشی میکنی؟ دوست دارم رویاهامو با مردم قسمت کنم که نمیتونن ببیننشون یا مثل من ببیننشون، چون رویاهای من به واقعیت دنیا نزدیکتره. میتونم باعث بشم مردم بفهمن زنده بودن چه حسی داره. من با توانایی و ضعفام نقاشی فکر میکردم یه نقاش باید نحوه نگاه کردن به دنیا رو یاد بده، ولی دیگه اینطور فکر نمیکنم. حالا فقط به رابطم با ابدیت فکر میکنم. به چی میگی ابدیت؟ زمان آینده. شاید داری میگی که هدیه تو به دنیا نقاشیه. آره؟ اگه این نباشه هنرمند به چه دردی؟